الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، فازان گرامی، در جلسه هشتم فهم قرآن به شیوه آسان همه شما عزیزان را خوش آمدید میگویم. الله جل و علا شانه این مجلس و مجالس دیگه ما را به خاطر رضای خود بگردانه و به خیر دنیا و آخرت برای ما شما مرتب فرماید. در جلسه امروزی بخیر ما شما تشهد را میخوانیم و در باب قواعد 4 نکته مهم در مورد حروف جر میخوانیم، یاد میگیریم که به اساس او ما دقیقا ترجمه کرده بتوانیم. و اسماء اشاره، 4 اسم اشاره را هم میخوانیم که در قرآن کریم او هم بسیار استعمال شده ان شاء الله. تشهد بعد از رکوع، بعد از رکوع سجده میریم و بعد از سجده باز بعد تشهد میشینیم. تشهد هم یکی از اعمال بسیار مهم نماز هست و دایی ما و شما یک ذکر را میخوانیم که او با عنوان تشهد یاد میشه و تشهد به این خاطر به این گفته میشه که دایی لفظ تشهد استفاده شده. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس حسب طریقی ما و شما اول ای را میخوانیم. کسی در میان شما میتونه بخوانه تشهد؟ خب توکل به خدا. شما اگر بخوانید بله. خب یک کسی دیگه این سب شما بخوانید بله. تحیات لله و صلوات و طیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله. اینطور شارتکٹ خواند. السلام علینا ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله. صحیح روان است. اوه غلط شد. خب از این طرف یک کسی شما بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. التحیات لله و الصلوات و الطیبات. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تشکر، جزاکم الله خیرا. برادر عزیز محترم، این هم ای ضرورت است که این موضوع بالکل واضح است که در طفولت چون که نماز ما شما یاد گرفتیم باز فرصتی نشده که مراجعه شود و با یک عادت مبدل شده. ای خاطر یعنی بعض اشتباهات هست، فلهذا ما شما ایرا من جدید میخوانیم به همه ما شما. و در این التحیات مردم زیاد اشتباه میکنه. کسی التحیات میخوانه، کسی التا را دراز میکنه، کسی حان میخوانه، التحیات میخوانه و پیش هم امی قسم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. التحيات لله والصلوات والطيبات.
ببینید التحیات نخوانی، التحیه ام نخوانی حاس. التحيات لله والصلوات والطيبات. امين جا جملة تكمل مش أخو وقف امين جا شو. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صالحين خانه حاس. الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بخاري إبراهيم خيل سبتيوه. رحيم مو بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات والصلاة والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. النبي. السلام عليك. رحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على وبكوايا. السلام علينا على بنوي. السلام علينا وعلى واو ضرورس. السلام علينا وعلى عباد الله ولم وعلى عباد الله الصالحين. تدبيو السلام علينا وعلى عباد الله هنا عباد الله عباد واو بنوي أولك واو نشت. أشهد أن لا إله إلا إلا هنا إلا الله. أشهد نبي ليش قدني أشهد بخاني. أشهد أن لا إله إلا الله. نزل بوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يوسف شو امروز همی طور نوبت میاد توکل به خدا دیگه. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله سيرجع لي. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي يكشد إن جمكر. السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين. وحده لا شريك له ذكر عموما دامي تشينيست أغلبا دي دعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شو ماذا خطر سيدة اختصار خو سيدة مركز خو يعني نوبتي أغاسة بس نوبتي شو ماذا مركز. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله. وبركاته وبركاته. وليس توكل خدينا وبدلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا. يكبر ديغا ميخوانم. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا. التحيات. التحيات جمع تحية هس. تحية. تحية أصلا سلام رغفت ميشا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كجمع تحيات هاس مطابق يا مقاعدة كي مؤنث را كي مو شما جمع جور میکنیم تا را از بین میبریم و در اخیرش
الف و تا اضافه شده. التحیات، چون که این تحیه عموما با زبان گفته میشه، با زبان السلام علیکم میگویم، بعضی میگویم کیف حالکم، چی احوال دارین، خوب هستین، به زبان. به این خاطر از این علما و محدثین بزرگوار ما ترجمه ای را کردن تمام عبادات قولی، مثل که تحیه به زبان گفته میشه، از امی تحیات ترجمه و مفهومی را بیان کرده تمام عبادات قولی. در تمام عبادات قولی وقتی که ما میگویم در چی می آیا؟ یعنی تمام عبادات که او به زبان انجام میشه، در او چی چیز می آیا؟ مثلا ذکر، تلاوت، اگر پیام دین را به کسی می رسانیم، سخن نیک به کسی می گوییم، به کسی یک مشوره خوب میتیم، این کلش چی میشه؟ توسط زبان. به این خاطر به قول گفته میشه، به قول، به زبان. پس التحیات یک معنی شی است. لله، لله چی معنی؟ لام چی معنی؟ برای الله، از برای الله. تحیات یک معنی دیگه هم داره، تحیات که یعنی هر آن چیزی که یعنی در بعض عبادت این طور است که یک عبادت هم زبانی هست، هم قولی است، در عین وقت و مالی هم است. لیکن در تحیه تمامی و عباداتی که او به زبان اجرا میشه، حتی سخنان نیک و خوب و درس و تدریس و مدارسه کلش دیگه می آید. خب وقتی که ما میگویم لله، برای الله، عزیزان گرامی، اصلا موضوعی ازی قرار هست که نمازی وقتی که نماز میخوانه در آغازم یک بار نیت تجدید میکنه، نیت را میگوید، و بعضی مردم اون نیت را به زبانم میگوید تا که خوب چی شوه، اینطور خوب پخته بیاید. گاه اینطور میشه که او نیت بسته کردیم و میکنیم، بسته کردیم و میکنیم 2 رکعت و زیادش میره 2 رکعت 4 رکعت، امام وقت چی میکرده؟ با رکوع میره. فهمیده؟ لیکن موضوعی از قضیه نیت بسیار مهم هست. رکعت را که میخوانیم و در رکعت دوم میشینیم، یک بار دیگه به زبان خود این نیت خود را تجدید میکنیم که تمام انواع عباداتی که ما او را اجرا میکنیم دو هیچ کس و هیچ چیز شراکت نداره، لله خاص از برای الله رب العالمین است. والصلوات، الصلوات این جمع است و مفردی او صلات هست. صلات، صلات زیاد معنا داره، زیاد معانی داره، لیکن عموما یک معنا و یک اطلاق او امی عمل که ما شما انجام میتیم، چیزی را که ما شما نماز میکنیم. اغلبا ارکان نماز به بدن اجرا میشه، مثلا قیام هست، رکوع هست، سجود هست، باز به تشهد که میشینیم، این کل دایی ما شما بدن ما چی هست به اصطلاح شور میخوره، بکار میره، از این چی میکنیم. به این خاطر علما ترجمه ای را کرده تمام عبادات بدنی، تمام عبادات بدنی، اگرچه در نماز خود ذکرم هست، فهمیدین؟ لیکن این اعمال چون که ما با بدن اجرا میکنیم، به این خاطر الصلوات این ترجمه را کرده، الصلوات. و در عبادات بدنی خودی اما نماز هست، روزه را که ما شما میگیریم بدن ما شما دو بس، حج را که میریم، جهاد فی سبیل الله که میشه، یک کار خیر که خیر رساندن به دیگران میشه، کل کارا توسط چی میشه؟ بدن میشه. و الطیبات، ترجمه و خو همه ما شما میفهم. و طیبات جمع طیبتون هست، طیبتون.
اصلا طیبه یک چیز پاکیزه را گفته میشه و چون که یک قاعده در اسلام است که الله رب العالمین در امو مال را میپذیره که او پاک باشه و مال خبیث و مال ناپاک را اگر کسی برای الله رب العالمین تقدیم میکنه او قابل قبول نیست. به خاطر فرموده یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات الطیبات ما رزقناکم، یا فرموده ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. ناپاک را شما اراده نکنین که به خاطر الله رب العالمین او را انفاق بکنین، چون که یک اصل است در انفاق فی سبیل الله مالی که تقدیم میشه و باید چی باشه؟ پاکیزه باشه. به این خاطر از طیبات معنا را محدثین کرام گرفتن تمام عبادات مالی، تمام عبادات مالی. و ما شما یعنی سه قسم عبادات داریم، یا زبانی هست یا به بدن اجرا میشه و یا توسط مال هست. توسط مال هست و طیبات یک معنی دیگری هم داره. طیبات تمام الفاظ و کلمات عظمت و بزرگی. یک معنی سوم هم شده از طیبات که تمام انواع پاکیزگی ها، فکر و عقیده یک انسان باید پاکیزه باشه، اخلاقش پاکیزه باشه، معاملاتش پاکیزه باشه، جای بود و باشش پاکیزه باشه، خانهش منظم و پاکیزه باشه، ماحولش پاک باشه. این تمام انواع پاکیزگی ها لله بری الله. اصلا جمله قسم است معنیش التحیات والصلوات والطیبات لله. فهمیدین؟ نه خواندنش همی قسم میخوانیم. این اسلوب عربی هست که او با عطف شده. التحیات لله، الصلوات لله، الطیبات لله. فهمیدین؟ یعنی لله در همه موجود هست. مسلمان وقتی که ای را میخوانه اگر در نیتش و در چیش کمی و کاستی بوده باشه، کمی فتور آمده باشه، اینجا یک بار دیگه نیت خود را چه میکنه؟ تجدید میکنه که الله تمام عبادات ما، اگر او مالی باشه، اگر او بدنی باشه، اگر او قولی باشه، خاص از برای تو هست، در هیچ کس شراکت نداره. التحیات، زیرا که وقتی که انسان نماز شروع میکنه شیطان امونجا میآید. نماز یک شیطان مخصوص داره. در بعضی آثار آمده که او را خنزر گفته میشه. همین نماز که شروع کردی میآید، گپا میندازه، وسوسه ها میندازه، نیت را خراب میکنه. پس نمازگزار چی میکنه؟ که برای شیطان هیچ اجازه نیست. التحیات لله والصلوات لله والطیبات لله. لله در همه مضمر موجود هست. التحیات لله والصلوات والطیبات. برادرای عزیز محترم، این موضوع تشهد و آغاز تشهد از این جمله این بسیار زیاد مهم هست. به این خاطر مهم است که مسلمان هر روز باید این تمرین بکنه، پرکتس بکنه که چگونه نیت خود را برای الله رب العالمین باید خالص بسازه. قلبش هم امیطور مستحضر باشه معنی و مفهوم و به زبانم بگویه. اگر کدام شبهی، کدام خدشهی وارد شده باشه، اونجا چی میشه؟ تصفیه میشه. ای چی وقت میشه؟ ای امو وقت میشه که مسلمان ای را فهمیده بخوانه. ای را چی بخوانه؟ اگر در طول روز یا الله کدام کار از بدن ما اجرا شده، یا مال ما در کدام راه خیر مصرف شده،
یا زبان ما یا الله ایرا به خاطر نفس من مگردن، یا الله ایرا به خاطر فلان و فلان مگردن، دی ای حصه هیچ کس نباشه، ای خاص به خاطر تو باشه. التحیات عزیزان گرامی موضوع بسیار مهم است، زیرا که الله رب العالمین امو عمل را میپذیره که خاص به خاطر او باشه، دو کسی و چیزی شراکت نداشته باشه. گویا که مسلمان اینجا یک بار رابطه خود را به الله رب العالمین تجدید میکنه که الله بندگی ما خاص از برای تو هست، هر عبادتی را که انجام دادیم یا انجام میدهم دیب از برای تو هست. در یک حدیث شریف آمده که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده که 70,000 نفر یا تن را دیدم که بدون حساب و کتاب وارد بهشت شدن. باز فرمودن اونها کسایی هستند که لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. او کسایی است که نه خودشان دم میکنه و نه پیش کسی میره که مرا دم کنه و نه بدفالی میکنن و به الله رب العالمین و به پروردگارشان توکل و اعتماد داره. اول خو مفهوم حدیث عزیزان گرامی مختصرا ای است که رقیه و دم و یک امر شرعی هست و جائز است و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده. پس در این حدیث معنی حدیث و مفهومش که محدثین کرام ذکر کرده ای هست که ای کسایی است که ایمانشان به حد عظیم هست، به اخیرین حد که اصلا اونا میگوین که ما را مستقیما الله رب العالمین میبینه، به دم و به رقیه ما نیاز نداریم و به این حد ایمان قوی طبیعی است که هر کس به او حد نمیرسه. و فرمودن که بدفالی نمیکنن. بدفالی که یک امر رواج شده در جامعه، هر یک چیز رو اندک مردم میبینه میگه که خدا خیر کنه امروز داغ آمده بود در دیوار خانه ما ششته، خدا خیر کنه که گلاس چپه شده، خدا خیر یعنی چیزا هست و به پروردگار خود توکل میکنه و علی ربهم یتوکلون. و توکل امو قسم که در حدیث شریف آمده که اگر شما به معنی واقعی توکل بکنین به الله رب العالمین، مثل که پرنده ها توکل داره، برای شما از آن جای رزق میته که شما اصلا در گمان شما هم نیست. پرنده چه قسم توکل داره؟ صبح از اشیانه خود میبره، نه در وزارت خارجه وظیفه داره و نه در وزارت معارف و نه در وزارت داخله. با توکل خدا میبره و شام که میآید تغدو خماصا و تروح بیطانا، چیش پر کده جاغورش و باز میآید. خو علی کل حال در حدیث چیزی که اینجا ذکر شده به این خاطر ذکر شده که حدیث را که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر فرموده صحابه زیاد تشریف داشتن. یکی از او جمله حضرت عکاشه ابن محصن رضی الله عنه بود. او گفت که یا رسول الله دعا فرما که ما ازمی جمله شویم، ازمی 70,000. رسول الله صلی الله علیه و فرموده که انت منهم، دعا شد و تو خلاص ازمینا شدی، بدون حساب و کتاب جنت می. ایره که دید یک کسی دیگه میستاد شد که رسول الله دعا کو که ما مزی شویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سبقک بها عکاشه. ای چند سره حضرت عکاشه از آن خود کرد، ای سبقت ورزی، ای تو نیست که کل تان استاد شوی که با امام دایی چی شوی. سبقک بها ذکر ای حدیث به این منظور شده عزیزان گرامی که ما و شما از عبادات صحبت کردیم و زندگی مسلمان عبادت است در حقیقت، مثل که ما و شما ایرا ذکر کردیم. فلهذا هر کار خیر را که دیدیم خود را نکشیم، بلکه چی بکنیم؟ سبقت و مبادرت بکنیم
و ای را یک چانس گفته به او چی کنیم که ما چرا دی سهیم نیستیم، دی عبادت مالی ده، اینجا عبادت بدنی است، اینجا عبادت قولی هست، ما در کجا هستیم؟ فهمیدین؟ سبقک بها عکاشا، به این معنا که انسانای بسیار عظیم بازی سبقت را از آن خود میکنه. فاستبقوا الخیرات و ما امر شده که در نیکی ها امی آیاتی که الله رب العالمین و زمان ما جاری کرد، سارعو، مسارعه، یک از دیگه پیشی گرفتن الى مغفرة من ربكم، سابقوا الى مغفرة من ربكم، ده یک چی آمده. یعنی به این معنی عزیزان گرامی که مسلمان همیشه مستعد است برای کار خیر، برای عبادت، خود را نمیکشه، بهانه جویی نمیکنه، بهانه را نمیتراشه، بلکه مانند عکاشه سے وارد چی میکنه؟ سبقت میورزه. عزیزان گرامی، در آغاز تشهد ما و شما متوجه هستیم که 3 نوع عبادت ذکر شده. کدام نوع؟ مالی. و باز این 3 نوع عبادت را که ما و شما میخوانیم در ذهن ما یه دعا بیاید مستحضر شو که یا الله به ما توفیق نصیب فرما که در 3 نوع عبادت ما سهم داشته باشیم، که زبان ما از صبح تا بالی چی کرده؟ عبادت قولی. بدن ما در چی مصروف بوده؟ آیا کدام پول را، کدام مبلغ را در راه الله رب العالمین مصرف کردیم؟ فهمیدین؟ بعد از این عزیزان گرامی که خود را محاسبه بکنیم که ما صبح تا شام در چی وضعیت بودیم؟ در این عبادات سیگانه، عبادات قولی و عبادات بدنی و عبادات مالی، خصوصا استعدادهایی که در بدن الله رب العالمین نهاده. زبان در چی حالت بوده؟ فکر و توانایی عقلی ما کجا مصرف شده؟ آیا در خیر مصرف شده یا در شر مصرف شده؟ به کسی خود کدام مؤامره نچیندیم، به کسی خود ضرر نرساندیم. این باید خود را، و امین اساس تربیه هست. این نماز که تربیه میکنه از امین جا هست. انسانی پلان را بعد از محاسبه به خود پلان بریزه که او باید در هر عبادت جای داشته باشه. عبادت اینا یک روز بالای او تیر نشوه مگر ای که در هر 3 عبادت صحیح. بعضی مردم فقیر است، نادار است، پول نداره، لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فقرا هم تعلیم داده که شما در او حالت فقر چه قسم عبادت مالی و قربانی مالی کرده میتوانید. بعد از این خو یک بار ترجمه کنین. التحیات لی الله والصلوات و الطيبات. جزاكم الله خير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بهتر است که امین جا وقف شوی علی مکمل جمله شد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. امین. السلام الف لام برای جنس است که تمام انواع سلامتی ها، تمام انواع سلامتی، از تمام چیزا انسان در امان باشه، در سلامتی باشه، او السلام هست. و این رو ما شما در سلام یک بدیگه که سلام میگویم دامو هم موجوده. السلام علیکم. یعنی الله رب العالمین انسان دعا میکنه با پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم که تمام انواع سلامتی در حق شما ثابت باشه. الله رب العالمین از هر جهت و از هر طرف حفاظت شما را بکنه و شما را سالم داشته باشه. از زبان درازی دیگران سالم داشته باشه. کسی که به ساحه شما
جسارت میکنه زوم سالم داشته باشه. السلام علیک، علیک اشاره بکنیم وی چی سر وی آفرین وی علینا. اینجا السلام علیک. رسول الله صلی الله علیه و سلم مخاطب هست. السلام علیک در ذهن خود انسان مستحضر میکنه او پیغمبر بزرگوار که به برکت او ما شما به این نور و به این اسلام مشرف شدیم. السلام علیک. ایها در قرآن کریم یا امده، ایها امده و یا ایها امده. مثال یا ایها را کسی گفته میتن؟ یا ایها النبی یا ایها الذین آمنوا. و مثال ایها ایها المرسل، ایها الانسان. و مثال یا فقط یا اهل الكتاب یا عبادی الذین. یعنی همه اینها به معنای ندا هست و ایتها است. بله به معنای چی هستی همه اینها؟ ایها النبی. نبی نبیون و انبیاء جمیعا هست. و شما ملاحظه میکنین که کل کلمات در قرآن کریم آمده. و رحمت الله ترجمه کنین و رحمت الله. و برکاته، برکت مفرد است و برکات ما مو قاعده که ما شما خواندیم که تای مؤنث را دور میکنیم و الف لام را الف و تا را اضافه میسازیم چی میشه؟ جمع میشه. و برکاته و برکت های وی. عزیزان گرامی، بعد از امو موضوع اخلاص و اخلاص عمل که گفتیم، بعد از اون معا ما و شما در حق پیغمبر مهربان خود دعا کردیم. ما شما میفهمیم که او شخص عظیم و بزرگواری که هر سی عبادت را به طریقه احسن و اکمل انجام داده و کی هست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و او شخص گرامی و بزرگواری که با ما و شما عبادت را تعلیم داده و کی هست؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلهذا ما و شما سه عبادت را یاد کردیم: التحیات والصلوات والطیب. سه عبادت و در حق پیغمبر گرامی خود سه دعا کردیم: السلام علیک و رحمت الله و سلامتی، رحمت و برکت. وی حد اقل امو با اصطلاح چی هست که ما در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم اجرا میکنیم و در هر نماز، چون که این عبادت را ما از طریق جنابشان یاد گرفتیم، شیوه و طریقش و چگونگیش. به این خاطر مسلمان وقتی که ای را میخوانه به خاطر داشته باشه که عبادت را ما هوایی یاد نگرفتیم، این عبادت مسلسل به کار شده و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده. ترجمه کنین: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و برکاته. بعد از ما و شما در تشهد میخوانیم: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام چی معنی؟ و تمام انواع سلامت جنس است. فهمیدین؟ علینا چی معنی؟ اشاره کنین علینا. السلام علینا و
على عباد و عبد که هست علی نو هست شما میبینین عبد الله مفرد است و عباد الله جمع است. عبد مفرد و عباد جمع است. و برای بندگان الله الصالحین نیکوکار. صالح مفرد است، صالحون و صالحین جمع است. و ما به شما گفته بودیم که صالحین جمع صالحان است یا صالحون؟ صالحین صالحان یا صالحین. و صالحون جمع چی است؟ آفرین، رو فراموش نکرده باشین انشاءالله. خب عزیزان گرامی اینجا ما و شما ملاحظه میکنیم که اول ما و شما دعا کردیم برای کی؟ در حق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیک. بعد از او دعا کردیم السلام علینا. بعد از او دعا کردیم و علی. بس سه دعا هست. اول دعا در حق، ثانيا دعا، ثالثا خب ما شما میفهمیم که دعا در حق امو 4 گروه قبول شده هست، من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. فهمیدین؟ در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا شد و بعد در اخیر در حق صالحین درمیان دعا برای کی شد؟ برای خود ما و شما. پس دو دعا خو قبول شده هست و خو رد نمیشه. دعا در حق پیغمبر و در حق صالحین. ولی ما و شما که درمیان خود آوردیم و در دعا سخت توقع میره که انشاءالله در حق ما و شما می دعا قبول میشه. فهمیدین؟ یکی در دو دعای قبول شده دعا برای خود میکنیم، به هر اندازه به حضور قلب اگر دعا بکنیم با امو اندازه. یعنی ما و شما خو یه زیاد توقع که میره انشاءالله که انشاءالله همه به جنت میریم انشاءالله. این قدر دعاها است اینجا، لیکن گاهی دعا را ما نفهمیده میکنیم. شاید بسیار کم فکر کرده باشیم که ما در تشهد برای خودم دعا میکنیم، انشاءالله من بعدی را فهمیده بکنیم. فهمیدین؟ و ایرم در نظر بگیریم که انشاءالله قبول میشه، زیرا که در حق نبی صلی الله علیه و سلم دعا کردیم، در حق صالحین دعا کردیم و در وسط که ما و شما قرار داریم انشاءالله در حق ما و شما هم دعای سلامتی قبول میشه که از هر نوع اذیت انسان در امان بماند. یک موضوع دوم ای است و علی عباد الله الصالحین. عزیزان گرامی ما و شما با صالحین اینجا دعا کردیم، در این مسجد بودیم. نه شما میفهمید در چقدر صالحین آمده؟ 2 میلیارد امت در شامل شده. فهمیدین؟ ما و شما اگر فکر کرده ای را بخوانیم، فکر کرده امت رسول الله صلی الله علیه و سلم کم و بیش چند هست؟ 2 میلیارد، یعنی 2000 میلیون انسان. در حق 2 میلیارد انسان که ما و شما کردیم ملک میگوید ولک بمثله. ما و شما را این مسلمانان یکیشم دعای ما را نشنیده. این بسیار با اخلاص شده این دعا. دی دعا نه ریاکاری است، زیرا که نه دعای ما شما را شنیدیم نه شما دعای ما را شنیدیم، و نه به جاکارتا و سودان و مصر و هند رفتیم که دعا. هر مسلمان در هر نماز برای هر صالح چی میکنه؟ دعا میکنه. یک خوی را در ذهن خود مستحضر کنیم که به هر اندازه که در دعا عمومیت باشه به امو اندازه چانس قبولیتی و بیشتر است، به امو اندازه ثواب بیشتر هست. در حدیث شریف میایه کسی که بالغیب به یک مسلمان دعا میکنه فرشته اونجا استاد است، او میگوید که امی قسم دعا برای تو هم و دعای فرشته خورد نمیشه چون که او معصوم است. فهمیدین؟ یک موضوع دیگری از زن گرامی از درس ها در اینجا ای است
که به صالحین که ما و شما دعا کردیم و اگر ما میخواهیم که در دعای مسلمانان شریک شویم، شرط چی است که ما و شما هم چی شویم؟ صالح شویم. اینطور ممکن نیست که در راه گډوډ روان باشیم و منتظر باشیم که این دعای 2 میلیارد مسلمان در حق ما قبول میشه. فهمیدین؟ علی چی ایجاب میکنه؟ ایرا ایجاب میکنه که رای صالحین را تفکیک بکنیم، او را برای خود پیدا بکنیم، با صالحین همراهی بکنیم، با اونا نشست و برخاست داشته باشیم، با اونا دوستی داشته باشیم که دعای مسلمانان را بگیریم. عزیزان گرامی، این به پول گرفته نمیشه. به 2 میلیارد انسان کی پول داده میتونه و چقدر پولدار باشیم که به همه برسانیم، لیکن به این میتونیم که نیت صلاح را بکنیم، همراه صالحین یک جای شویم. اگر شما میگوین که ولا دور فتنه صالح است طالح فهمیده نمیشه که علی کی صالح است و کی نیست، پرسان بکنین از مردم، از علما پرسان کنین که ولا میخوایم که دی دعا بیم کی صالح کی هست. فهمیدین؟ مطالعه بکنین، ببینین که کی در راه الله رب العالمین به معنی واقعی هست. فهمیدین که هیچ هدف دیگری نداره. چانس است عزیزان گرامی. و علی عباد الله الصالحین را رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط به مردم کابل تعلیم نداده، به مردم افغانستان تعلیم نداده، این تعلیم داده به کی؟ به تمام امت. میخوایم که در این دعا شریک شویم، پس یگانه رایی است که صالح باشیم. و امو اعلانی که در دعای قنوت هر روز میکنیم و نخلع و نترک، او را ترک میکنیم، با اون قطع تعلق میکنیم کسی که فاجر هست. این طور نباشه توتی گونه که مجا و نخلع و نترک بگویم و پروگرام وقت جور کنیم که من از نماز فارغ شدم، نه با مو فاجر کلان میریم، با اون اپوینتمنت داریم، صاحب ملاقات میکنیم، با اون ملاقات میکنیم که چه قسم بزنیم مردم. این طور خو نمیشه. کی میشه؟ و نخلع و نترک من یفجرک بزبان و بعمل. فلهذا ترجمه کنین: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. بعد از این تشهد را ما و شما فهمیده، حد اقل این مفاهیم در ذهن ما و شما باشه که نماز ما و شما یک معنی را پیدا کنه. بعد از ما و شما تشهد که به این نامگذاری شده، به این خاطر و همین جمله اخیر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این را ما و شما خواندیم، هم در اذان تیر شد هم در اقامت. فهمیدین؟ ترجمه کنین: اشهد ان بر این که لا اله الا الله، اله که میخوانیم امو معنی سیگانه در ذهن ما و شما باشه. خب اشهد ان لا اله الا الله. عزیزان گرامی، ما در مورد شهادتین پیشم گفتیم که معنای ای چی هست، تقاضای و خواستی چی هست، و ای را به شما گفتیم که یکی از فرائضی که بالای همه ما و شما است و اقامه فریضه شهادت حق است. در این مورد گفتیم و ای را گفتیم که لا اله الا الله چقدر ارزش داره، یعنی کامیابی و ناکامی انسان به ای وابسته هست و خصوصا در اخیرین کلماتی که از این دنیا انسان رخصت میشه این کل چیزا گفته شد. فقط یک موضوعی که
مقتضیات لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله را چی قسم در زندگی خود پیدا کرده میتوان. امو برنامه 5 نکاتی. اول دعا بکنیم که در مفاهیم و مطالبی که از الله رب العالمین به ما و شما علمی او را عطا فرماید، علمی صحیح. دوم عمل. بعد از او خود را محاسبه کنیم که این جماع شهادت و گواهی الوهیت الله رب العالمین را دادیم. ببینیم که در این روز چند بار بجای الله رب العالمین نفس خود را اله ساختیم، چند بار شیطان آمده و مجبور کرده وسوسه انداخته که او اله شوه و او او مطاع شوه، اطاعت او را بکنیم. بعد از او خود را این محاسبه بکنیم و پلان جور کنیم که چی سبب شده. آیا دوستای بد سبب شده؟ آیا وسایل جدید سبب شده که ما را از گمراه میکنه؟ آیا ماده پرستی سبب شده؟ چی سبب شده؟ دوری ما از مسجد و از نماز از اهل خیر سبب شده؟ ای باید انسان محاسبه بکنه خود را و آینده پلان جور کنه که تمام موانعی که در تحقق اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله است در معنی حصور دور کنه و با این قسم انسان میتونه که مطابق این برنامه زندگی خود را داشته باشه و در اخیر این طور نیست که انسان خودش جور شد به او مطمئن شوانه. این پیام باید به دیگران رسانده شود، زیرا که ما خو من حیث امت میخواهیم که به همه خیر برسه. این امت اصلا خیر امت هست، هیچ هدف دیگری نیست بجز ای که به دیگران خیر برسانه. بس با می برپا شده این امت. کنتم خیر امت حتی ما به کفارم جنت میخوایم. جنت خورد نیست، خو فقط امیر قبول کنه. فهمیدین؟ دیگه چی ما شخصی به اونا دشمنی و عداوت داره؟ فهمیدین؟ لیکن ایسکی را قبول کنه. چه جایی که مسلمان به مسلمان به حد دشمنی بکنه که فکر کنه که جنت فقط ما بریم دیگرا که بره و بس تنگ میشه. تنگ نمیشه. با یک نفر 10 چندی دنیا داده میشه. فهمیدین؟ با این خاطر ای چی هست؟ ترجمه ای را ما شما خوانده بودیم نه؟ برادر عزیز و محترم، در باب قواعد امروز ما و شما 4 نکته مهم در مورد حرف جر میخوانیم و در اسماء اشاره 4 اسم اشاره را ما و شما یاد میگیریم و اشاره که به دست میشه و اشاره را هم یاد میمانه. اسماء اشاره، اشاره چی هست؟ یعنی در هر زبان برای چیزا وقتی که ما و شما یا به اشیا به انسانا ما بعضی کلمات داریم که توسط او چی میکنیم؟ اشاره میکنیم و این ضرورت یک زبان هست، ضرورت است. بدون اشاره کار نمیشه و در این متد ما و شما خو اشارات بسیار زیاده است چون که اشاره از خود مفهوم داره. شما این اشارات را ملاحظه میکنین. هذا معنی این و جمعی از هؤلاء. هذا اشاره ای قسم است. کلتان بکنین هذا و اشاره میکنین هذا با یک چیز. ایره فراموش نکنین چون که با مو دیگه خلط نشوه. و ای قسم بودی و هؤلاء اینجا مجموع 6 تا شما می هؤلاء. فهمیدین نه؟ و بعض ای که هستی ذالک ای طور نه خوب هو بود نه؟ ذالک اولئک ذالک اولئک. ما ای طور کرده میگه هؤلاء. ای چی هست؟ ای یک انگشت هست ذالک و ای چی هست؟ هؤلاء نیست. اولئک علی هدى من ربهم.
اشاره کنید. بچه ما قرار ششتین شما اشاره نمیکنید. چیه؟ فأولئك چی معنی؟ وذلك چی معنی؟ هذا چی معنی؟ شما استاد شوید. شما از نزدیک بگوین و شما از دور مقابله هست. ذلك و هذا نگو هذا أولئك آلی سر چپا شد. یک گروپی دیگه شما استاد شما و این طرف شما همسایگی است. شما از نزدیک بگوین. هؤلاء میجاز و بس کلی انگشت است. با یک بار دیگه آلی شما بگوید نزدیک و ای دور بگوید. شما خوی طور بالکل ای طور خم نیست خو کمی مثلا یک چیز افتی یک چیز ماندگی است نه شما میگید شما خوی طور بالکل چی کردید. بس اولئک یک انگشت است. من چی کردم شما نه یمی عمری صاحب این نوبت است. شما نزدیک بگوی و ای دور بگوی. نه ذالک شما از نزدیک بگوی اینها هؤلاء آلی شما بالعکس شد چند شد. شما از نزدیک بگوین. نه شما عمری صاحب از نزدیک بگوین و ای از دور بگوین. این گروپ چندان نمره نگرفت. شما ای کدام طرف میبینید؟ ذلك شما ایره چرا میبینین؟ شما نزدیک بگوین. اولئک نگو اولئک سیس. استاد شما و این طرف کی هست؟ جوان شما از نزدیک بگوین. مفرد است نه ماشاءالله. انشالله سوال شما فقط جواب بگوین. خب هذا را فهمیدین نه؟ اینجا یک شخص باشه یا جسم و ما بگویم که من چی معنی؟ من هذا. پس جوابش چی هست؟ هذا. شما اشاره بکنین من هؤلاء. جوابش چی باشه؟ من ذلك. من اولئك.
اگر همراه اولئک مسلمون بگویم صحیح است؟ چرا؟ به خاطر که این نمیبینی جمع است، نه جمع است، کل انگشتان است. آفرین. خب از دی خود تیر شدیم. چون که دست چی شد؟ ای هادی به ای دست چپ. دست چپ به این معنی نه که ما به خانم ها به نظر کم میبینیم. این دست خلاص شد اصلا. هذه. آفرین. هذه. هذه و وچ ایچی بود؟ هذا. و وچی بود؟ آفرین. ای از تلک. خب ای چی هست؟ هذا دست راست است. ای چی هست؟ آفرین. آفرین. خوالی به اشاره. آره فراموش شما نمیشه انشالله. این اشارات هست. این اشارات مهم است و این اشارات نصف زیاد آمده این اشارات در قرآن کریم. کسی کدام مثال هذا را گفته میتونه؟ هذا بیان دیگه، هذا ذکر مبارک دیگه، اخو هذان است. هذا و مثال ذلك دیگه، ذلك ادنى. وما مثال اولئك؟ هؤلاء. هؤلاء. ها أنتم هؤلاء. ما شاء الله. مثال تلك. تلك الدار الآخرة. برادر عزیز محترم، در نکات تربیتی ما شما امروز 7 روش تعلیمی را هم معرفی میکنیم. 7 روش تعلیمی. شما میبینین که از اینجا که شروع شد اول چی هست؟ شنیدن. با می خاطر ما شما میگویم ای اولین راه ورودی معارف و علوم هست. با می خاطر اول از نمی پرسان میشه ان السمع، بعد از او چی هست؟ سماعت بسیار مهمه. و شاید شما دیده باشین بسیار مردم چشم نداره، نابینا هستن و میشنون و علما هستن. در علمای بسیار بزرگ کسایی هست که امام شاطبی که قاری سبع عالمی وسط میگوید بالکل چی بود؟ زیرا که کسی که نمیبینه و این راه باز است، بسیار معارف در اینجا چی میشه؟ جمع میشه، داخل میشه. زیاد چی هست و به شنیدن زیاد اهتمام شود. در شنیدن شرطی است که اول درست شنیده شود. اگر شما هذا را ذالک میشنوین چطور جور میشه؟ فهمیدین؟ شنیدن صحیح باید شود. اما در قدیم میگفتن نه، اما استادای اینجا که رشته پیدا هست اینا عسکری کردن، خدمت عسکری. یک چیزی بود به نام تکرار امر. قماندان صاحب چی میگفت؟ ڈگروال او عسکر میگفت که مثلا اون که میگفت که یک بوتل آب بیار یا یک گلاس آب بیار، او تکرار میکرد که صاحب یک گلاس آب میاریم. ای به این خاطر تکرار میکرد که آیا ای درست شنیده، یعنی که بجای آب شیر نبیاره، خدا نخواسته. بجای یک گلاس 2 تا نبیاره، بیره تکرار میکرد به این خاطر که شنیدن درست نتیجه او عمل درست است. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرموده که اسمعوا و اطیعوا، اول سماعت است. اگر درست شنیده نشوه درست اطاعت. و گډوډی که در سیستم تعلیمی ما هست که اطفال ما اصلا نمیشنوه، از طرف خود میگوید.
و 50 شاگرد است و یک استاد است و هر یکش درسی جدا داره. فهمیدین نه؟ این شنیدن. بعد از او دیدن هست، بصارت هست، این یکی از راههای تعلیمی است. گفتن، خود گفتن، این تکرار درس ها کرد که زیاد تکرار میکنه به دیگرها و زیاد یاد میگیره. و بعد از او لمس هم یکی از طرقی، بعضی چیزا در نتیجه لمس انسان او را میفهمه. فهمیدین؟ و این عموما در علوم تجربی و چیز زیاد به کار میره. و نطق و منطقی بودن یعنی از عقل و تفکر کار گرفتن. گاه انسان یک چیز را میبینه و در نتیجه او یا تفکر میکنه، از او استنتاج میکنه. فهمیدی؟ استنباط میکنه. فقط به مجرد دیدن یک چیز، یک شخص، فوراً در ذهنش چیزی دیگه میآید. این چی هست؟ منطق یا عقل، تدبر. و یک طریقه ای است که ما شما خو میگم که همه با هم، این یک طریقه هست. فهمیدین؟ لیکن تنها یاد گرفتن هم یک طریقه دیگر است. بعضی مردم در یک جای خوب یاد میگیره، خصوصا وقتی که شما ایرا به شاگردای کم سن تدریس میکنین و گاهی باز به تنهایی که بروا بهتر یاد میگیره. فلهذا ما و شما برای هر روش یک بخشی از دل و دماغ خود تخصیص بتیم که او همچنان از هر روش و از هر این طریقه به خاطر فهم قرآن و یاد گرفتن قرآن استفاده بکنیم از روش های مختلف. و این موضوع هم است که هر شخص ای را درک کرده میتوانه که کدام طریقه به ما مؤثرتر هست، او را تشخیص بکنه و بیشتر از او استفاده بکنه. الله رب العالمین به ما و شما توفیق عمل نصیب کنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.